سلام دوستان، قراره در این ویدیو زبان فارسی را با گویش‌های مختلف بشنوید. کانال رو سابسکرایب کنید و در کامنت ها نظرات خویش را نویسید که کدام از این گویش‌ها برایتان جالب و آشنا بود. رفته. پیشتر پرسیدیم که چرا فریدون ضحاک رو نمی کشه؟ ضحاک در دل کوه دماوند به بند کشیده میشه. ایران مهد خوبی است و دماوند در اسطوره مأوای خردمندان. اسارت ضحاک پادشاه اهریمنی و بدیها در دل دماوند شاید اشاره‌ای باشه به اینکه بدی و شر در ذات بشر و دنیا وجود داره، جزئی از کل ما و هستی و جهان هست. یهودیان یا مصریان، غلام و یا آزاد، اگر از امر خداوند اطاعت کنند فرزندشان نجات می‌یابد، اگر نه. آن شب نبوت موسی به وقوع پیوست. گریه و ناله همه خانه‌های را فرا گرفت که رحمت خداوند را رد کردند. بعدتر موسی تورات را به مردم رساند که در آن خداوند قواعد را برای بخشش گناه تعیین کرد. گناهکار باید قربانی را نزد کاهن ببرد. بعد از چند روز پسر خردی هر آنچه داشت جمع کرده به کشور دوردستی رفت و در آنجا دارایی خود را در عیش و نوش اسراف نمود. وقتی که همه‌اش را صرف کرد، قحطی سختی در آن کشور روی داد و او به محتاجی دچار شد و رفته خدمتگار یکی از ساکنان آن کشور شد که وی او را به صحرای خود فرستاد تا که خوکبانی کند. و او آرزو داشت شکم خود را از خرنوبی که خوکان می‌خوردند پر کند، لیکن هیچ کس آن را به او نمی‌داد. از این حادثه 400 سال گذشت و خدا موسی را فرستاد که اسرائیل خلق را مصر درآورد. مصر پادشاه فرعون وین razılaşmış نبود و وطنینش خدا او را و 10 بلا جزاlandırmış ساخت. آخرینci cəza birə خدا به هر ailəyə zəndə birə əvvəlin kökəbə keçdən görə mirdərə mələk ilə فرستاد. اما به خلق امر ساخته birə ki verərə qurbin ilə بیرونه و او را خونی را در بیان تخته دستویه. حسادت قابیل باعث بود که به حابیل بکشد و بخش بزرگی از بشریت به تاریکی بکشاند. صدها سال بعد شرارت و گناه بشته بود و خدایی گفت که هیچ کس لیاقت زندگی روی زمینی نیست به جز نوح و خانواده ای. خدا به نوح خواست تا یک کشتی بسازد، یک کشتی گپ، تا یک پیغامی اعلام بکند. داوری خدا نزدیکن و تنها یه راه برای فرار از عذاب و دریافت رحمت خدا وجودی هست. و اون وزنه خود رو دعوت بکید سو وزنه همیشهی موید. در کلام خدا اموه که اروازوان تو اقرار بکید که عیسی مالک حقیقیه و با قلب اعتقاد بکید که خدا اون دموت بلند کرد، شما نجات پیدا میکید. شما میتونید ای دوانه بوید: ای مالک من عیسی، من گناه کردم، ده تو ممنونم که مکافات گناهیون من دیه. مسی بخش سبیان گناهیونم و کارا خوی که انجامم اتکا نمیکم، بلکه قبول دارم که تو ده جام وری صلیب مردی. خیلی ها اونجون بدی که زندگینا و حالا وقت اون برسو که عیسی به آسمون تل باباش برگردو. اون بخچه کاری که بومبه تموم گنابه. عیسی به محصلاشش بیاد که به همه مردم و همه آقا جار کننده. محصلا بجوندی که عیسی خدا به آسمون بشتی و بعد از اون 2 مرد اسفید پوست ظاهر گنانده و اجونوات مسیح خدا همین جور که به آسمون بشتی همین زن وره گردو و
تا وقتی که وقتش برسو مسیح در آسمون درو. یوی از شاگردگر مسیح با نام توما نمیتانستش باور کرده که او دوولی زندگی نیان. او وقتش تا فیم یاد زخم میخگر رو سر گیان او نینی و لمسش نکیری ایمان نمرانی. توی چهره مین که عیسی یاد زخمگر را نشان به توما آمودو و او که دیگه تردیدی تو زندگی نیان مسیح نویش به پای مسیح کرد و وقتش ای پروردگار و ای پروردگارمه. عیسی وقتش خوش به حال اوشه که مرا ندیش و ایمان مرانونه. این شکل قدرت عیسی مسیح نشون ماده که تای معجزون داره. تای این چپین شکل عیسی ای کوره مادرزادی لمس ما کرده و جخوا ما کرده. در وسطمین شکل ای بچه نشون مادن که به مرچیو خوشتون پیرمار گل زنده می بود و عیسی منین که دیمی اوی رحمشو تا خوشتون شاگردون گل که تای قایقی دارن بشو. عیسی مسیح خیلی معجزه کرد چی تا همون نشون هاده که خدا بچه. امپراتوران، دانشمندان، عالمان، فیلسوفان، علما هزار سال بمویدی بشویدی، اما عیسی هنوزم زندی. مسیح شخصیت بشریت تاریخ درون لنگ نری یکتایی. اونه به دنیا امان نظیر نری. انجیل گویه مریمی که دختر بو به دنیا بمو. عیسی زندگی شبیه نری. خدا قدرت اون زندگی درون دینی و آشکار بود. چند صد سال بعد شر و بدی بیشتر بیه. پس خدا باته هیچ کس لیاقت زندگی رو ندارنه به جز نوح پیامبر و ون خانواده. خدا نوح پیامبر رو امر کرده تا گترین کشتی رو بسازه و این پیغام رو برسونه که عذاب خدا نزدیکه و فقط حتی راه مونسه که خدا رحم کنه و اونم کشتی هسته. مردم دین نوح پیامبر رو مسخره کردنه که وارش آسمون جا بوارسه و او زمین جا بیرون بزو و مردم اصلا آماده نینه. بدا کل دنیا دے ورگا گری واتی چیکہ مردم دے مار واتے حضرت نو کوچا چوچ پوچا نجات وندی کوئی گے تمہیں کشتی جونے نوی مردم دنیا گناہگور ہستے ہم درو متون ہم چوری کتون دی جنگ کتون مردم دے مارتون دی ایورا نا دے ہم بازی دیتون ہم زنا کتون خدا ایمان نداران تازہ ایمان داران بیعت کار خرابی کتون دی گناہ سے خدا جدو کہاتی خدا خواہتون توبہ کران تمہیں خدا کوئی نہ جیتون خدا گناہ سندے بد دیتا آخرت جی جزا دے توسته. مشاهدات شتیج کتات کل کتات درنو جنتات سوره مشاهدات دیگر کدوم دی کتات دشمنی دی کتات هم کیون اپله گچای دی وقتات خدای دایمان نه ودات تعویض دایمان نه ودات ملوک دیگر کدوم دی کتات خدا پاک هم نیاست دیگر کدوم تا گناه جدا کرد آنو که گناه خدای پاک هم نیاتان جدا کرد خدای پاک اجی گفتم نی توبه کلا امنی خدای ایچ کار نتشته خدای پاک دیگر کدوم ملوک دیگر شمال است ستا بدو قیامت تا جزا برد کچ دیگر من چی دوزخ تا تو تلاس با. چار ست سال در باز بون او خود موسی پیغمبر شیاند داکو گل اسرائیل ج مصر درخه لی پادشاه مصر فرعون لبر خدا او خود او بده بلایان جزا کر جبو بلایا داوی خود ملیاکت مرنه شیاند جبو کو ده هر مال ده لاویه کمین بکوژه لبله امر لگل اسرائیل هات کرن کو او برخه کی سرجه بکن او خویناوی ده چارده را دری بدن دما کو ملیاکت خوین بدیتا و بزانی بویا کو برخ بونه بردلا زاروکان دوای چند روز کوری بچوک چی هبو هموی کو کرده و اینجا کو تره به ولاتی چی دور لوی چی هبو هموی بر رابردن خرج کرد کات کوره هیچ بدست و نما گرانی کوتاو ناوچیا اینجا هستی باوکر که پیوستی بشتێکە تاوەکو پێی بژی دوای ئەوەی چووە لای کابرایەک لە دانیشتوانی ئەو ناوچەیە
کابرا ناردی بۆ کەوگەکەی تاوکو بەرازەکانی بۆ بلەوەڕێنێ. برسێتی وای لە کوڕەکە کرد کە حەز بکات لە خڕنوشی بەرازەکان بخوان، بەڵام ئەوەشی بەتەواوی بەدەست نەدەکەوت. اینجا بیری کردەوە گوتی ئاخۆ دەبێت چەند نابمێنێتەوە لە بەردەم ئەو کەسانی لێ باوکم میشتەکان. خدا بەوە وەژە مەزانستی و بەوە سەدامە کردی و ئایمە نیشان داد که خدا دوستم داره جویه بەوە. خدا مگسی که بگرد آیمل ارتباط داشتی جوریه بەوە ولی مشکل وجود داشتی. آیمل گناهکار فربین ولی خدا پاکه. گناه و گرد آیم شروع بی و وجه خدا جیا کردی. منجی مزانستی راهاتن دواره آیم و خدا چه باید بکنیم و چه لازمه. یوحنا درباره عیسی ایجور پیشگویی کرده هستی. سیر بکن. اول ورک خداونده کسی که گناه ایمل اموره. اما قصده و ازودینه و دی طاقت نیرن که زندگی کن. ای خور الهی فرز زورده یای. ارایی که ولای خدا حتیه و گرد زور خوی گشتیه. چشتل بده جلو و شیطان و بلایای خرو کردیای و اجبن بردیای. ای خور الهیه امید تیرد. ارای آیمله تا و خدا برسن. ارایی که خدا خوی که و بدی و خطا دوره توی که آیملشه جور من و تو بایمن و نوی روشنایی. عکس وسطیانه زوره و مردی مبینم که جوارو چمو آو بابیش زیل نموه و نهایتاً عیسی مبینمه که سرو آویانه ملورانه تابلو پیلو شاگردکانش کناید لیقای قیوانه. عیسی مسیح معجزاتی و فرج آور تانیشان بلو ثابت کرو که کرو خلاین. هر پاسه که عیسی کرکان بینا کری و مردکان زیل نه متاو چنی قدرت و روح و مقدسی پیمش کمک کرو. دقتشي آدم يو هواي است بي نامه اینا کاینو حابیل بی کاینی الایر زرزواتو که خو کارت بی ایرا آرد حابیلی زی دوار قربان کرد یعنی گونی رجنه الای حابیلیو قربان نجرا بی رازی هما کاینو قربان نجرا رازی نبی کاین بول کارخیا ربی کاینی روا تی کانده چیچی اونا کارخینه تی چیو کراشتو ای نکرزه گناه که بری ورو وندردو اویو تو وازنو یک مرد یا دو مردین چوک هستد کستلینا یک روچه گم پتا گوشت او منی پیت چطای مالو ملکتا هرچه که منی بحر و ونڈا کپیت منا انو بده گوڑا پتاوتی سجه مالو مڈی دوی چوکانی سر بحر کرد لہتے روچا اور ان کستلین چوکاوتی سجه بحر یک جا کرد زور تو دور ملک اشو تو سجه ذره پا حوثناکی گار کرتند رندا آمل کا سک ڈکال کپت خدا قبول کردجه قابلی غربون اما قابلی وارد غربونی قبول نکردجه او چی؟ چون چکو کنون مرده طلب کرده رو امانی خدا کجا کرده ایده امیان ده جیمونی غربون وارد دوی بابه پخلاتی کو قابلی کشت جهابیل این بشریتی و توکیه رو اکرنیجه سا سرون با پشته وضعیت هنیم با پوچی بشه این خدا وطجه تی دنیا دیمیسه هیچ کس لایق نی باشیه غرض موهی این چای خیزونی عیسی چقدر تیپینه معجزه انجام بوده چه وقتی خیلیان چکو پیروی بکن عیسی مهربان به هر مریضان شفا مده خداش را از جوان نشان مده او انجام دنیا با ما تا گناهکاران برانه اما خیلی چه وقتی که اوش گناهکار مزانستن چه کشان بد میاموش یهودیان ایسویدشان عیساشان پاخالی مفکری اوشان قبول نبه اوان عیسی آسف مردمشان میانده دروک و شایع بکن چه یفش بخگه کشان چه را کلا بودود چهشان دیم توی که اوشان مطل بنا اما عیسی از اون نظرازوری نکن او پران که مزانست که میام اینجور ببشه ور با حضرت نو غاگ
حالا وقتیشون خدای دروازه اور پیش کنا آف دنیای ویک پر کن هم کوی مردم باید اونه او کش لیکن ازت نور فامیل باید نجات او گندین ولی ده اونا کشتی با او شد اپنی هم دنیا مردم بسیار گناه او کنه درواغ وینه دزدی با که جنگ بکنه یک دیگر باید او زنه اونا بازی او کنه او زنای او کنه خدای با ایمان نده تعویز با ایمان ده وقتی قدیم مردما و ره خدا اپنیتین فه گناه کران گنده گنده اریها کران امه ده خدا غیجد از و کلی مردم ده علا کنه که آواد سبا خرابان و تنده که و خدا هم قبول کرد یونیم حضرت نوح بده خدا حضرت نوح با غیجد مردمی دنیا با غیجف که اف گناه تک فیسخ جزا آستیم گرخاغ دو نجگریزام دو کی بار اتا که داغدن ایسوی مسیح مردا نبادنده ایفن ما خجان هیرون راغ اتا اون گامینن بباری ایف ضو آدمی نورانه اتا روخنی پیل پیل نغستگین ریدید مشکوی که دورتین مزمات سکپاش کدید اتا دو آدمین ایفر لافت که چرا دت موخ نج زنده مدینی مردا کرید او بنده نیست او زنده آمد وام جنبتك زوشت ربود و مرقنور درون زود تردام خو ازیدن نخشتوید یاوی تیثا گاسد فهمت غلا بلویان خودت از ویندی خو خلاصی نیست الاوی چرت زود خو بعد لید دم قنور ربود زمارسته ای جنبتك نخشتوید خو ست خو پید زنید یدن شوم سد یاوی جیفت چوخت توریکین دوام کورot نیست قدیم دوره آینده در بغداد یه دواسکنجه ویج ایمی فیاسوچ در کöyین دواسکنجه ودو از köy بوننده طلب تو سرکش خوا اوستا بجنیجت لوزرین بیر فرابد اتا معلوم گاب ارچه اتا چه طلبد یا تا ورید تو میسی رفیق دویم پس خو مقصدت غو از یه صد بسر کیت تر دیگه صد نوجس آدم دویم از خو بشان دسکیخت تیرمومس و یا لب بشان میوه خربوزه تربوز کیون شفتوله سیربخت چویمان لب بشان ارم یست از زمستون تا ساعت ینوار میستنده دوسکت جنیج داید ات باران ترم کم داید نزدیکی باورت دوز باران در دید ساعت اگدای زمستون همس و طبیعت ماش رایوننده یکم جوی اینجفت آدم تم دیگه لاکتت ارو ماش تم الرشون تریتوریا داخل سام اتا ماش تا قلوبم خفیج بعد ماش زف مس فرق الاف دا لوفان رو زف الاف لوفان لاجا اتواز خوبت مثل لاجا لون ایو از خوشنون رشونه لاجا یندید خوشنون رشونه زف لاجا یندید ده پوتیو را دین قد مابت بستلا یه پوتیو لفت چدوم پوت کتن مر شم چراغ واق خرادین کردم دم و داروی برو تریال امتیازین تیزین هروی ویر بیچ ای بورسا کلیدو یک کمیدو ای بیچ بورسا کمیدو هروی ویر و سو این لور برو تو که بورسا کلیدو پاوی دید ای برو بورسا کلیدو یک کمیدو در وقت سابق مردم دنیا جان گناهی کری رای خدا را ترک کری شتی وجه کلی ورگی بیات کری جو خاطران خدایان شتا زب دنیا علاق کنم چی که مردم خراب شیه تا قیو آدم بیا که امر خدای گان یکید
نام یوانگان حضرت نو بیا خدایان حضرت نو انشتا این مردمان راین که یو جزا دالن یو کلان توپان خوزدن که به دنیا جیاوگین پرکید نواب جاین که توبه کنن رای خدایان اسد خدایان حضرت نو انشتا ناچار نخچیر د فکر داشت څرنګه که یادګار نخچیرش لڅرسکم سرما کندن ای فکر دم سر پیروید سرتی لوب مجلس تشکیل ها که یار جورا و قوزرد که نخچیرش به جان واتنخه یا نخچیری بی کم دو ملونگ و رفسته خاند ایورد وی سش اچکیلا فکر کر کنه چیزر سک سالت مدام ایم خو برز بیچکامی پسخت کشون سرن ویزیف قلامت ویدین ستخشاكن ترمترانا كليت ويت وازمين سكر قين وازد دا کیسه د آدم او حوا په نومونو پیل کیږي چې هغه د خدای په ځای د شیطان خبره ومنله دا چې دوی د خدای نافرمانی وکړه نو د خدای سره د انسان ټینګ اړیکه پرېښوه دوی لومړی انسان و چې ګناه یې وړه او د مرګ ګناه سبب شول دوی کوشش وکړي چې خپل شرم ویني په پاڼو پټ کړي خو خدای د ګناه په دې ډول پټول خوښ نه و خدای دوی حیوانانو د پوستکي په پجامو پټ کړل خدای په خپل لومړی حیوان قرباني کړي چې دوی شرم پکښې پټ کړي بابی این سور ما پنشته خواه چو پنش؟ نه چوپون را پنشته چوپان پروان نیست دمرده پروان نیست شو خرید زین کن جل سیده سازکه کن چپانم ناز سریمش کویمش میریم از چوپان از ستور نخواست ما ستور این ستور خیلی کما که پنش نه پنشته خواه پیان نفرم شین همه گیشی یار اناس میشین تیکه واو نخواست حاضر که آخر سرخ سالا ما بسیار نغزه برمیشه ستور ما کواد بیره کم در کار رکباد پیام اولم شن تیا ناس میشه ما رکباد ما شامش کومش میرم رکباد ما تیریم Жай о фалаш анатыр хонлакта юма о феж малантишку лагау. Ишка и жарта ознажган рижа, тишка маба карантада мақаг. Зыллай маштева иши фаришчад, юма о ражнан тюсаштышыг. Фидаррахштейна немукта шпаштой. Рухшку ванда теханжилак канынс. Марднын навазынс, нахахтанын байштой. Штрайчышлайна выштейна мынс. Аноштинех шестой, саттунна кумта, езнаги алгыстой, тухкиндер котта, естонги евшеше, ахдау болхостой, тохдон арт фадеше, асармацавстой. Мадесай езнатпыл, енусми идарт, уаттармацастабыл, газуй аженцарт. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube-канал, а также в Инстаграме. Напишите в комментариях, какой из этих языков вам наиболее понравился по звучанию. Увидимся в следующем выпуске и, как обычно, мир вашему дому.